بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله در آیات گذشته الله عزوجل پیامبر خودش را، نبی خودش را تسلی دادند. حسبک الله، الله تعالی شما را در تمامی مهمات کفایت می کند. هم شما را هم مؤمنین را خداوند کافی است. خداوند عزوجل خودش حامی و ناصر شما هست. حال بعد از اینکه پشت گرم شد، بعد از اینکه به حمایت الله عزوجل مطمئن شدند، در این آیه تحریک است به سوی جهاد، تشویق است به سوی جهاد که مؤمنین را به سوی جهاد و به سوی نبرد با دشمن شما تشویق کنید. الله می فرماید یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ای نبی، ای پیامبر، مؤمنان را بر جهاد تشجیع کنید، تحریک کنید و ترغیب بدهید تا با دشمنان بجنگند. اما اون چیزی که الله تعالی از بندگان خودش انتظار دارد این هست که مؤمنان باید در مقابل دشمنان خدا قوی باشند، چنان قوی باشند، چنان روحیه بالا باشد و چنان با انگیزه باشند که یک نفر جوابگوی 10 نفر باشد. چون کافر انگیزه ندارد، کافر از مرگ می ترسد، زندگی دنیا را خیلی دوست دارد، بالاترین تمنا و آرزویش در همین دنیا هست، بعد از این دنیا اعتقادی ندارد. اما مؤمن چون که اعتقاد دارد، باور دارد به زندگی بعد از مرگ، لذا مؤمن نباید از مرگ بترسد، نباید از شهادت بترسد، نباید بزدل باشد. بزدل کسی هست که می ترسد که اگر این زندگی را از دست داد برای همیشه ضرر کرده. لذا الله این انتظار را دارد و مطرح می فرماید این یکم منکم 20 صابرون، اگر از میان شما 20 نفر صابر باشید، ثابت قدم باشید، ثبات داشته باشید، یغلبوا 200، این 20 نفر غالب می شوند بر 200 نفر، یعنی هر نفری حریف 10 نفر از کفار. و این یکم منکم 100، اگر از شما 100 نفر باشند، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، بر 1000 نفر از کفار غالب می شوند، بر 1000 نفر از کفار پیروز می شوند.
چرا؟ بانهم قوم لا یفقهون، چون که کفار قومی هستند نمیفهمند عظمت خدا را، اعتقادی به خدا و اعتقادی به روز معاد ندارند. اما شما نه، شما عظمت رب را، حمایت رب را میدانید و با خود دارید، اعتقاد به آخرت دارید. بنابراین شما 1 نفر در مقابل 10 نفر، 20 نفر در مقابل 200 نفر، 100 نفر در مقابل 1000 نفر. وقتی که خدای عزوجل این دستور را صادر فرمود، برای صحابه سنگین شد که اگر لازم باشد 1 نفر در مقابل 10 نفر ما نتوانیم چی؟ خدای عزوجل تخفیف دادند. الله عزوجل مقداری ارفاق کردند، فرمودند که اگر 1 نفر در مقابل 10 نفر نمیتونه، حداقلش 1 نفر در مقابل 2 نفر. منظور اینه که انگیزه شما باید قوی تر باشد با توجه به دلایلی که بیان شد. شما باید قوی تر باشید، روحیه بالاتری داشته باشید. الله می فرماید الان خفف الله عنکم، حال خدا تخفیف داد از شما، و علم ان فیکم ضعفا، سبب تخفیف الله می داند که در شما ضعف هست. فإن یکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200، اگر از شما 100 نفر باشند صابر ثابت قدم، یغلبوا 200 بر 200 نفر غالب می شوند. و این یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن الله، اگر از شما 1000 نفر باشند غالب می شوند بر 2000 نفر به اذن الله، به اذن الهی. اینجا که 2 نفر، 1 نفر 2 نفر را می توانند حریف باشد، هر مسلمان در مقابل کفار که 2 برابر باشند میتونند حریف باشند، یکی به دلیل همین انگیزه هست. اما علاوه از این باید مسلمان از نظر تاکتیک های جنگی هم مسلمانان باید بالا دست باشند. پس این لازمش اینه که در این موضوع، در این باره مسلمانان تلاش کنند، کوشش کنند، تمرین کنند و هیچ کوتاهی و ضعفی داشته نباشند. اگر واقعا مجاهدین باشند که همراه با تاکتیک و تکنیک بجنگند و خوب وارد باشند و قطعا کسانی که بلد هستند می توانند جمعیت بزرگی را، یه جمعیت اندک می تواند جمعیت بزرگی را چنان غافلگیر کند و شکست بدهد که جمعیت اندکشون جوابگو باشند. بنابراین اینها همه این نکات، همه این موارد در جنگ لازم هستند. والله مع الصابرین، خداوند عزوجل با صابرین هست. معیت خدا چگونه هست؟ بالصبر بالنصر والاعانه، هم یاریشون میکند، کمکشون میکند. اما با صابران از کدوم صابران؟ صابران قدما و قلبا، اونهایی که هم ثبات قدمی داشته باشند هم ثبات قلبی داشته باشند، هم دلشون قرص باشد و هم قدمشون. دیروز خواندیم که ثبات قلب با ذکر الله حاصل میشه و ثبات قدم با ثبات قلب حاصل میشه. یعنی وقتی که انسان از نظر قلبی از نظر قلبی ثبوت پیدا کرد، اون وقت پاهایش هم نمی لرزد. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. در این آیه الله عزوجل تذکری میده به پیغمبر خودش و به مسلمانان، به اصحاب، تذکری در رابطه با یکی از اتفاقات در بدر. در بدر ما خواندیم که کفار را خدای عزوجل شکست داد، شکست خوردند
و سرداران کفار همه کشته شدند. تعدادی که دستگیر شدند هم از قریش، از افرادی بودند، افراد درشت بودند، افراد مطرح بودند. اینها اسیر شدند، 70 نفر بودند. گفتند که با اسیران چیکار بکنیم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مشوره گرفتند. حضرت ابوبکر صدیق از آن جایی که تو این اسیرها افراد نزدیک به رسول الله، به صحابه بودند، مثلا یکی از اسیران عباس رضی الله تعالی عنه بود، عموی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یکی از اسیران عقیل بود، برادر علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و پسر عموی رسول الله. خب از نزدیکان بودند، داماد آن حضرت بود. و اینها وقتی که در میان اسیران بودند، حضرت ابوبکر صدیق مشوره داد، گفت یا رسول الله از اینها فدیه بگیریم، پول بگیریم در مقابل آزادیشون، که هم فدیه کمکی هست برای مسلمانان برای جهاد و هم شاید منتی بر اینها باشه، احسانی بر اونها باشه، این باعث بشه که مسلمان بشند. و یه روزی چنانچه شد، اکثر اونها مسلمان شدند. اما وقتی که از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مشوره گرفتن، حضرت عمر صفتش معروف است، اشداء علی الکفار، در مقابل کفار عمر سخت بود. عمر رضی الله تعالی عنه گفت یا رسول الله به نظر من همه اینها را از دم تیغ بگذرانیم، همه را بکشیم. اینا دشمنان خدا هستند، اینا مشرکند. هر کسی بگیره نزدیکترش را، خویشاوند خودش را خودش بکشه. در میان اسیران پسرعموی من هست، پسرعموی من را به دست من بده، اول من او را میکشم، شما خودتون خویشاوندان خودتون را بکشید، نگذارید، نه مهلت ندهید. از بقیه مشوره گرفته شد، اکثرا به مشوره ابوبکر مشوره دادن. تمایل شخصی خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین بود. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم به همین جنبندی رسیدند. از اسیران از هر نفری 40 اوقیه گرفته شد و اونها را آزاد کردند. عباس رضی الله تعالی عنه را وقتی که رسول الله گفت که شما هم مال خودت را بده، هم مال برادرزادت عقیل را بده، یکی دیگر از پسرعموهای رسول الله و از برادرزاده های عباس به نام ربیعه ابن حارث اون هم بود، گفت هم مال ربیعه را بده، اون دوتا فقیرند، تو داری. این را نگفتم که عباس رضی الله تعالی عنه وقتی که آمد برای خانه اش خرجی گذاشت، برای زن و بچه اش پول گذاشت که اونها مصرف بکنن، مقداری طلا داشت و جواهرات ارزشمند، اینها را به دست زنش داد و گفت که اینها را یک جای مخفی بکن، اینها را یک وقتی مصرف نکنی، مصرفی شما اینها هستند. مقداری طلا جداگانه گذاشت، گفت اینها را یک جای بذار که اگر من برگشتم به دستم میدهی، اگر برنگشتم حداقل اینها به عنوان ارث سرمایه من اینها هستند. طلاهای زیادی بودند. وقتی که آن حضرت به عباس گفت که شما هم فدیه خودت را بده، هم فدیه عقیل را، هم فدیه ربیعه را، عباس گفت من که چیزی ندارم، من از کجا بیارم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم از طریق معجزه با خبر شده بود از اون طلا. رسول الله فرمود اون طلایی که به زن دادی از اونها بده. عباس تعجب کرد، اینجا به معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم پی برد، در همون جا ایمان آورد، فوراً ایمان آورد و فدیهش را هم داد، رفت به مکه مکرمه جمع کرد و دیگه هجرت کرد. لذا از همه فدیه گرفته شد. بعد از اینکه فدیه گرفته شد و همه را رها کردند رفتند، الله عزوجل این آیات را که در این آیات
سرزنش است، توبیخ است که نباید اینقدر نرمش نشان بدی. اسیرانی داری که دشمنان خدا و رسول هستند، اینا را پول گرفتی از اینها. الله عزوجل بر اساس نظر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نظر داد که این آیه را یکی از آیاتی که از موافقات عمر رضی الله تعالی عنه هستند. 17 تا آیه از موافقات عمر رضی الله تعالی عنه گفتن در قرآن که عمر نظر قائم میکرد، الله عزوجل طبق اون نازل میکرد. یکی از اون آیات این هست. به ترجمه آیات دقت کنید. الله می فرماید ما کان لنبی ان یکون له اسرا، برای هیچ نبی سزاوار نیست، مناسب نیست ان یکون له اسرا، این که برای او اسیرانی باشد، اسیر در اختیار داشته باشد، حتی یثخن فی الارض، حتی که خونهایشون را بریزد در زمین. یعنی بغیر از خون ریختن برای پیغمبری دیگه چیز مناسب نبود. تريدون عرض الدنیا، شما اراده می کنید کالای دنیا را، فدیه دنیا را، والله یرید الاخره، اما الله اراده آخرت می کند. والله عزیز حکیم، الله غالب است، کارش هم با حکمت است. در این هم حکمتی بود. الله عزوجل اول نازل نکرد آیه را، بعد از اینکه رهایشون کردند الله نازل کرد. چون که در آیه بعدی خدا می فرماید اگر ما قبلا ننوشته بودیم بر شما عذاب می آمد. حتی پیغمبر خدا گفت اگر عذاب می آمد همه را در بر می گرفت غیر از عمر. لذا در چه صورتی عذاب می آمد؟ لولا کتاب من الله سبق، اگر قبلا از طرف الله عزوجل در تقدیر ننوشته بود، مکتوب نشده بود، به شما عذاب می رسید. قبلا چی نوشته شده بود؟ این حکم نوشته که هر حکمی که هنوز نازل نشده، هر دستوری که هنوز از طرف خدا نازل نشده، اگر کسی اون دستور را اجرا نکرد قبل از نزول، بر او هیچ عتابی نیست، بر او هیچ گرفتی نیست. خب خدای عزوجل حکم صادر نکرده بود که اسیران را بکشید. پس وقتی که حکم صادر نکرده بود، بعد از اون هم وقتی که نکشتند، اینها مورد عتاب و مورد عذاب نیستند. اینجاست که الله می فرماید لولا کتاب من الله سبق، اگر کتابی از جانب الله سبقت نکرده بود، کتابی از جانب خدا سبقت نکرده بود یعنی چه؟ تفسیر مدارک می نویسند ای ما کتب فی اللوح المحفوظ، در لوح محفوظ نوشته شده بود که الله یؤاخذ قبل البیان والاعذار، هنوز خدا بیان نکرده، قبل از اون مؤاخذه صورت نگیرد. لذا اینجا هم هنوز خدا دستوری بیان نکرده، لذا جای مؤاخذه نیست. پس الله می فرماید لولا کتاب من الله سبق، اگر از جانب الله از قبلا در لوح محفوظ ننوشته شده بود، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، این سبب عذاب البته شما را می گرفت، شما را به شما می رسید، لمسکم به شما می رسید، فیما اخذتم در آن کاری که شما کردید، آنچه که شما گرفتید، عذاب عظیم، شما فدیه گرفتید اونا را آزاد کردید. خب خلاصه الله تعالی بر اون چه که انجام دادند تذکر دادند. الان دیگه تمام شد، رفتند، پولها را و فدیه ها را رسول الله گرفت، تقسیم شدند بین مسلمانان. الان آیا این پولها را، چون که اصل عتاب به خاطر همین دنیا بود، تریدون عرض الدنیا،
بسیاری از صحابه گفتند دیگه شاید استفاده اینها، مصرف اینها برای ما جایز نیست که خداوند به خاطر همینها ما را عتاب کرد، سرزنش کرد. الله تعالی فرمود نه، الان که گرفتید بخورید، حلالا طیبا، اشکالی برای شما ندارد. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بخورید از آنچه که غنیمت گرفتید حلالا طیبا، حلال و پاکیزه، حلال و پاکیزه بخورید. اما واتقوا الله، اصلش اینه که از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید و خلاف دستور خدا انجام ندهید. ان الله غفور رحیم، بازم تسلی است، خداوند غفور هست، بخشاینده و مهربان است. الله عزوجل به خاطر این اجتهاد شما را میبخشد، نادیده میگیرد. خب حال که اسیران آزاد شدند، برای اصحاب و یاران که دغدغه داشته نباشند خداوند دستور داد که شما بخورید. خداوند تعالی به اسیران، به اسرا را خطاب می کند. این اسرا که الان ممنون شدند، الان بر اونها احسان شد. بعضی از این اسرا تمایل داشتن به طرف اسلام، چون این محبت را دیدند، این اخلاق را مشاهده کردند. الله عزوجل می فرماید اگر شما در وجود شما خیری باشد، یعنی انابت به دین، انابت به اسلام و توحید را بپذیرید، این ضرر مالی را خدای تعالی در آینده جبران می کند، به شما بهتر میده، به شما بیشتر میده. لذا برای پولی که دادید، برای فدیه‌ای که دادید نگران نباشید. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم، ای نبی، ای پیامبر خدا، بگو برای آن اسیرانی که در دستان شما بودند، من الاسرا، از اسیران، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر الله در دلهای شما خیری را مشاهده بکند، خیری را ببیند، منظور اخلاص، انابت الی الله، انابت الی التوحید، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، یعنی اگر تمایلی به اسلام داشته باشید، الله میدهد به شما بهتر از آنچه که گرفته شد از شما. شما 40 اوقیه دادید، 400 اوقیه خدا به شما میده، بهتر میده، بیشتر میده. بله، و یغفر لکم، علاوه از آن الله شما را میبخشد. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم در دنیاست، و یغفر لکم در آخرت است. والله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است، میبخشد. و این یریدوا خیانتک فقد خانوا الله من قبل فامکن منهم. الله وعید بیان می فرماید، تهدید می کند اسیران را. اگر این اسیران، ای پیغمبر من، ای نبی من، اگر اینها بازم اراده بکنن خیانتت را، بازم بخوان خیانت کنند، دیگه برن به مکه دوباره با لشکر کفر همراه بشند، خب یک بار که خیانت کردند، همین که همراه شدند، خداوند شما را بر اونها تسلط داد، خداوند شما را غلبه داد. بار دیگر هم وقتی که این کار را بکنند همین خواهد بود، یعنی خداوند دوباره شما را بر اونها تسلط میدهد. و این یریدوا خیانتک، خیانتک یعنی نقض ما عاهدوک، پیمانی که با شما بستند او را اگر بخوان نقض بکنند، چون این عهد از اونها گرفته شد که دیگه در لشکر کفار همراهی نکنند. فقد خانوا الله من قبل، اینها خیانت کردن با خدا قبل از این. فامکن منهم، الله قدرت داد بر آنان، ای امکنکم علیهم، منهم به معنی علیهم است. امکنکم، شما را خداوند قدرت داد، تسلط داد بر آنان، بار دیگر خدا همین کار را می کند. والله علیم حکیم، خداوند عزوجل علیم هست، هر کار را می داند
و در کارهای الهی حکمت است. خب جریان بدر تمام شد، اسیران رفتند، بسیاری از اونها مسلمان شدند. حال که مسلمان شدند ترغیب اونها به سوی هجرت. الان که مسلمان شدید بیایید به مدینه هجرت کنید. چنانچه اونها هجرت کردند. الان مهاجرین دو نوع هستند. بعضی از مهاجرین اون مهاجرین اولین هستند که با رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند، والسابقون الاولون من المهاجرین. گروه دوم از مهاجرین اینایی هستند که الان آمدند، از این به بعد اینا مهاجرین هستند، بعدا هجرت کردند. گروه سوم انصاری ها هستند، انصار مدینه. اینها الله عزوجل اوصاف همه را بیان می کند. این آیات آخری سوره انفال در مدح و توصیف اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ببینید خدای عزوجل 5 نفر را 6 نفر را فقط تعریف نکرده، الله عزوجل جمع را تعریف می کند، تمام را تعریف می کند. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، بدون شک کسانی که آمنو ایمان آوردند، وصف اول ایمان، از ته دل ایمان آوردند، و هاجروا و بعد از ایمان هجرت کردند، از دارالکفر آمدند به مدینه طیبه، و جاهدوا و بعد از هجرت جهاد کردند در کنار رسول الله و در رکاب رسول الله با کفر جنگیدند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، آنانی که جهاد کردند با مالشان با جانشان در راه الله، هم مال تقدیم کردند هم جان تقدیم کردند. والذین آووا و نصروا، گروه دوم آنانی که جای دادند مهاجرین را، و نصروا و یاری کردند، نصرت کردند دین خدا را. سبحان الله، انصار را الله می فرماید، انصاری که اینها را در شهر خودشون در خانه و کاشانه خودشون جای دادند و سپس به این اکتفا نکردند، تا آخر نصرت کردند، تا آخر دین خدا را حمایت کردند. اولا الله می فرماید اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها بعضی ها ولی بعضی هستند. اولیاء بعض، بعضی ها به معنای ولایت می کنند، ولایت وراثت، که بعدا این آیه را منسوخ می دانند، چون که ابتدا از همدیگه ارث می بردند، بعدا از همدیگه ارث نمی بردند. اما شیخ ما رحمه الله مراد از این ولایت گفته این ولایت ولایتی که بر اساس تعاون و تناصر باشد، همدیگر را یاری کردن، همدیگر را نصرت کردن. اولیاء و بعد از این جهت هستند تا نیازی نباشد ما آیه را منسوخ بدانیم. والذین آمنوا ولم یهاجروا، الله عزوجل در این میان بعضی ها را که هجرت نکردند استثناء می کند. آنانی که ایمان آوردند ولم یهاجروا، هجرت نکردند، ما لکم من ولایتهم من شیء، شما از ولایت اونها در هیچ چی نیستی، یعنی بر شما لازم نیست از اونها حمایت کنید، حتی یهاجروا، حتی که اونها هجرت کنند، و الا وظیفه شما نیست. چرا از دارالکفر خارج نمی شوند؟ البته اگر مستضعف بودند، ناتوان بودند، در همون جا از شما کمک طلبیدن، وظیفه شما است. اون مسلمانی که در دارالکفر است، اون مسلمانی که مظلوم هست و دست و پایی ندارد، باید بقیه مسلمانان به کمکش بشتابند. و ان استنصروکم فی الدین، اگر از شما یاری طلبیدن در دین، یعنی در امر دین، در قتال مع الکفار،
فعلیکم النصر، باید بر شما است که اونها را یاری کنید، اونها را کمک کنید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، در یک صورت کمک لازم نیست که اونها با قومی در حال ستیز و جنگ هستند که بین شما و بین اون قوم پیمان هست، پیمان صلح هست. اون وقت شما پیمان صلح را نشکنید. چقدر الله عزوجل ما را متعهد می فرماید بر پیمان ها که حتی برادران مظلوم ما با قومی درگیر بودن که بین ما و بین اون قوم پیمان هست، اون وقت از طریق دیگر کمکشون بکنیم، از طریق مذاکره، مصالحه، دیگه وارد جنگ نشویم، چون که پیمان شکنی می شود. والله بما تعملون بصیر، خداوند به آن اعمال شما بیناست، می بیند چه اندازه شما پایبند تعهدات خود هستید. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، الله می فرماید کفار، کسانی که کفر کردند، آنها اولیاء بعض هستند، اونها هم دیگر را کمک می کنند، یاری می کنند. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر. الله می فرماید اگر این کار را شما نکنید ای مسلمانان. کدوم کار را؟ همین که مسلمانان با همدیگر باید یکی باشند، با همدیگر را حمایت کنند، همدیگر را کمک کنند، اولیاء بعض باشند. اگر این کار را نکردید تکن فتنة فی الارض، در زمین فتنه بپا خواهد شد، و فساد کبیر، فساد بزرگی. چنانچه امروز ما میبینیم که مسلمانان با هم ید واحد نیستند، مسلمانان با هم دیگه تولی ندارند، دوستی ندارند، با هم دیگه متصل نیستند. یک گروهی با یک گروهی از کفار رفته، یک گروهی با یک گروهی از کفار. میبینیم امروز فتنه و فساد کبیر هست، میبینیم که چه ملحمه ای هست، چه خونریزی بپا شده، چه فساد بزرگی هست. لذا اینها همه و همه به خود ما برمیگردد، به اینکه احکام خدا را نادیده گرفتیم و عمل نمی کنیم. تفسیر مدارک اینجا نوشته الا تفعلوا ما امرتکم به، اگر آنچه که من خدا به شما امر کردم شما انجام ندادید. خدا چه امر کرده؟ من تواصل المسلمین و تولی بعضهم بعضا، از اینکه مسلمانان با هم دیگه باید متصل باشن، با هم دیگه دوستی داشته باشن، با هم دیگه وحدت بکنن. اگر این نباشد تحصل فتنة فی الارض، در زمین فتنه خواهد بود، و مفسدة عظیمه، و فساد عظیم خواهد بود. چرا؟ لأن المسلمین ما لم يسيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائدا. تا زمانی که همه مسلمانان ید واحد نباشن بر علیه شرک، بر علیه کفر، اون وقت کفر و شرک با هم چی می شوند؟ با هم یکی می شوند، یک فساد اضافی ایجاد می کنند. غیر از شرک فساد دیگر، خونریزی، ظلم، مسلمانان را کشتن، همون شرک، همون فساد کفرشون زیاده دیگه، بیشتر نباید اجازه بدی فساد بکنند، باید با هم یکی باشید. بله. والذین آمنوا و هاجروا، الله عزوجل ابتدا مهاجرین و انصار را فرمود که با هم دوستند، اما اینجا پاداششون را ذکر می فرماید. الله می فرماید والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، آنانی که ایمان آوردند و آنانی که هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله. والذین آووا و نصروا، آنانی که جای دادند و آنانی که یاری رساندند. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنین حق هستند، اینها مؤمنین واقعی هستند. به شهادت قرآن الله همه را گفت، همه مهاجرین، همه انصار، همه هم المؤمنون حقا. از اینها مؤمن با حق تری نمیتواند باشد.
قرآن شهادت میده اگر مردم شهادت نمیدهند ندهند، ولی قرآن و خدا گواهی میده که اینها مؤمنین حق هستند. بعد از اینکه مؤمنین حق هستند پاداششون رو الله بیان میفرماید لهم مغفرت و رزق کریم، برای آنان مغفرت و بخشش است از جانب الله و رزق کریم، رزق معزز در بهشت، رزقی که الله خودش میداند چه رزق ویژه و خاصی هست. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم، گروهی بودن بعدا ایمان آوردند مثل حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، عموی رسول الله و عموی علی ابن ابی طالب. عباس گرچه عموی حضرت علی بود اما از نظر سنی در سطح علی بود. این برادرزاده و عمو معلوم میشه خیلی با هم رقابت داشتند در بسیاری از معرکه ها، حتی با هم بحث میکردند. در همین سوره بعدی میخوانیم انشاءالله که عباس گفت که حضرت علی گفت ما قبلا هجرت کردیم، ما قبلا آمدیم در راه خدا، خب فرق میکنه فضیلت ما با شما، شما تازه آمدید. عباس گفت که ما اونجا حاجی ها را خدمت میکردیم، اگر شما قبلا هجرت کردید شما کار خوبی کردید، ما هم کار بدی نکردیم، ما هم در خدمت حجاج بودیم، آب تقسیم میکردیم، مجاورت خانه کعبه میکردیم. الله تعالی گفت اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله، اینا با هم برابر نیستند. شما که سقایه کردید، آب دادید، بیت الله را تعمیر کردید، ایمان نداشتید، شما این را برابر میکنید با ایمان و هجرت و جهاد؟ هرگز برابر نیستند. و بعد در جریان فدک هم خدمت شما عرض کردم که ابوبکر صدیق هم فدک را به اهل بیت داد، باغ فدک را. عمر فاروق هم بعد از ابوبکر هم به همون صورتی که ابوبکر داده بود تقسیم کرد، بین عباس و علی بود که اینها با هم درگیر شدند، اختلاف پیدا کردند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نشست و بینشان فیصله کرد. لذا این آیات اشاره به همون جریان داره که اینها بعداً هجرت کردند. امثال عباس رضی الله تعالی بعداً هجرت کردند، در جهاد هم همراه بودند، در جنگ حنین و در جنگ حوازن بعد از فتح مکه و در فتح مکه عباس رضی الله تعالی عنه بعد از اون همراه بود، ولی در جنگ های ابتدایی بدر و احد نبود. لذا الله می فرماید والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا، آنانی که ایمان آوردن من بعد و بعدن و هاجروا و هجرت کردن و جاهدوا و جهاد کردن با شما، فاولئک منکم، اینا هم از شما هستند، اینا را هم از خودتون به حساب بیاورید. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، الله می فرماید که اولو الارحام یعنی اونایی که نسبت خویشاوندی دارن، بعضی ها به بعضی نزدیکتر هستند در حکم شرع. منظور چیه؟ توجه داشته باشید. ابتداءً بین مهاجرین و انصار برادری بود، هر دو را رسول الله صلی الله علیه و سلم مؤاخات ایجاد کرد، یک مهاجر را با یک انصاری، اینا با هم کار میکردند، با هم مصرف میکردند، میخوردند هرچی که خدا بهشون میداد و حتی از همدیگه ارث میبردند، چون که بقیه ورثه کافر بودند، مشرک بودند. کسانی که در مکه مکرمه بودند از وارثینشان اونها کافر بودند، لذا اگر یکی از اونها فوت میکرد همین برادر انصاری ارث میبرد، یا برادر انصاری اگر فوت میکرد اون مهاجر هم ازش ارث میبرد. اما بعد از اینکه خدای عزوجل فتوحات داد، مکه فتح شد، همه آمدند و همه مسلمان شدند، الان الله میفرماید همون
اولو الارحام یعنی خویشاوندان شما، اونها به شما نزدیکتر هستند، ارث اونها میبرند. چون دیروز اگر ارث نمی بردن به خاطر چی بود؟ کفر بود. کفر بین مسلمان و کافر ارث را قطع می کند. یعنی یک مسلمان از کافر ارث نمی برد، یک کافر از مسلمان ارث نمی برد، ولو اینکه پدر و پسر باشند. لذا الله می فرماید که خویشاوندان بعضی ها اولاترن به بعضی در حکم شرعی خدا. ان الله بكل شیء علیم، خداوند به هر چیز علیم و دانا هست، آگاه هست.